نمونه سوالای امتحان نهایی حل کنم. اولین سوالی که میدن درستی یا نادرستی عبارت‌های زیرا تعیین کنید. سوال الف: مجموعه تهی زیر مجموعه هر مجموعه هست. بله، این حرف درستیه. تهی زیر مجموعه هر مجموعه میتونه باشه. تهی زیر مجموعه خودش هم میتونه باشه. هر مجموعه ای داشته باشین، مجموعه تهی زیر مجموعه اون مجموعه هست. پس این حرف درستیه. کسر 3/4 یک کسر مختوم است. اگر یادتون باشه ما برای پیدا کردن کسر مختوم می آمدیم می گفتیم که مخرج رو تجزیه می کنیم. اگر مخرج توی تجزیهش فقط عامل‌های 2 یا 5 یا 2 و 5 رو داشتن، اون کسر مختومه. چرا مختومه؟ چون شما میتونید این رو به 10 100 یا 1000 برسونید. من الان این 3/4 رو اگر ضرب در 25 کنم صورت و مخرج رو، میشه 75 صدم و 75 صدم رو میتونم این شکلی بنویسم و بنابراین کسر 3/4 یک کسر مختوم است. بریم دو تای دیگه از این نمونه سوال حل کنیم، بعد میریم سوال بعدی. متشکرم. گفته مجموع زوایای خارجی مثلث 360 درجه است. حرف درستیه یا غلطیه؟ حرف درستیه، ولی من میخوام براتون اثباتش کنم. اینو طول سال که بهتون درس دادم، طول کتاب تدریس کتاب نهم اثباتش کرده بودم. برای یادآوری دارم میگم. میدونیم که مجموع زوایای مثلث A1 B1 و C1 180 درجه است. اینو که قبول داریم. 180 درجه. حالا از طرفی B1 و B2 A1 و A2 و C1 و C2 هم هر کدوم نیم صفحه‌ان. پس A1 اینجا بنویسم چون کار دارم اونجا. A1 و A2 B1 و B2 C1 و C2 هر دوتا یه 180 درجه است. پس من اینجا 180 180 و 180 رو دارم. این درجه، این هم علامت زاویه. فعلا با این کاری نداریم. خب طبق این فرض که مجموع زوایای داخلی 180 درجه است، من A1 و B1 و C1 رو میارم بیرون و میگم این سه تا میشن چند درجه؟ 180 درجه. سه تا زاویه داخلی مثلث. اینا. حالا چیا میمونه؟ B2 A2 و C2. B2 A2 و C2 باقی میمونه. در قبال این طرف تساوی ما 3 تا 180 هم اون طرف تساوی داشتیم. درسته؟ خب نکنین مجموع زوایای داخلی مثلث که 180 از این طرف با یه 180 هم از این طرف میزنیم. ما اجازه داریم در معادله به دو طرف تساوی یه چیزی رو اضافه کنیم یا یه چیزی رو کم کنیم. در نتیجه A2 و B2 و C2 میشن 2 تا 180 درجه. یعنی چند درجه؟ یعنی 360 درجه. و این جمله حرف درستیه. متشکرم. عبارت منهای -2 به توان -1 برابر با -2 است. خب ببینیم این جمله درستیه یا نه. میدونیم که هر عددی در پرانتز به توان منفی برسه یعنی معکوس اون عدد به توان مثبت. خب مثبت یک اصلا نمیذاریم. بنابراین منهای 2 معکوسش میشه -1/2. ببینید من به علامت داخل پرانتز کاری ندارم. یه منفی هم بیرونش داشتیم. پس جواب میشود -1/2. پس این جمله غلطیه که گفته میشود -2. بنابراین درست این عبارت برابر است با -1/2. متشکرم. گفته که در جای خالی عبارت یا عدد مناسب بذارید. کسر منهای 12
روی رادیکال 6 اگر بخوایم گویاش کنیم چند میشه؟ میام صورت و مخرج رو در رادیکال 6 رادیکال 6 ضرب میکنم. در نتیجه داریم منهای 12 رادیکال 6 رادیکال 6 ضرب در رادیکال 6 میشود رادیکال 6 به توان 2 توان 2ش با رادیکال میره میشود منهای 12 ششم. یه رادیکال 6 هم تو صورت داریم. من اینجا میتونم بیام 6 و منهای 12 رو ساده کنم. بنابراین جواب نهایی میشود این 6 با 12 ساده میشه میشود منهای 2 رادیکال 6. پس من در این عبارت که باید عدد مناسب بنویسم منهای 2 رادیکال 6 رو میذارم. بریم جمله بعدی. نمیدونم چرا این نمینویسه. جمله بعدی میگه اگر آ و ب بزرگتر از 0 باشد آنگاه ب چه عددیه؟ خب آ هر چی باشه، یعنی آ اگر بزرگتر از 0 باشه به توان 2 باز میشه بزرگتر از 0. اگر آ کوچکتر از 0 باشه باز به توان 2 میشه چی؟ بزرگتر از 0. بنابراین ب ما حتما باید بزرگتر از 0 باشه، چون گفته ب یک عدد چی هستش؟ ب یک عدد مثبته. متشکر. خب ادامه سوالی که گفته در جای خالی عدد یا عبارت مناسب بذارین. گفته در این عبارت به ازای چه عددی به جای x این عبارت 2x بر روی x منهای 2 تعریف نشده است. تعریف نشده یعنی چی؟ یعنی چی کار کنیم که این مخرج صفر نشه؟ اگر صفر بشه یعنی تعریف نشده. میام x منهای 9 رو مساویه با 0 قرار میدم، در نتیجه x ما میشود 9. پس من اگر اینجا 9 بذارم مخرج میشه 0 و این عبارت یک عبارت تعریف نشده است. بنابراین به ازای x مساوی 9 این جمله این عبارت یک عبارت تعریف نشده میشه، یعنی مخرجش میشه 0. سوال بعدی گفته ساده شده این عبارت برابر با چی میشه؟ من میام بین 5 و 7 و 3 ب میمیم میگیرم و فاکتور میگیرم، میشه 1. ب میمیممون میشه 1. x2 داریم، x1 داریم، x2 داریم، از x به توان 1 و y به توان 1 فاکتور میگیرم، یعنی متغیرها با توان کمتر. جمله اول تقسیم بر این میشود 5 x2 y2 تقسیم بر x1 y1 میشه 5x1 y1. جمله دوم تقسیم بر این میشود 7 y به توان 1، چون x1 و y1ش با اینا میره، منهای 3 x2 y1. پس یه دونه از x هامون باقی میمونه، پرانتز میبندیم، مخرج داریم چند؟ 8 x y. این x y با این x y میره. عبارت ساده شده این عبارت میشود این. مخرج 8 صورتی. متشکر. گفته کدوم یکی از این نمودارا رسم این معادله خطه؟ شما دو راه دارید. یا باید انقدر مسلط باشین یه آیتمی پیدا بکنید و سریع تشخیص بدید، یا نه انقدر مهارت ندارین بیاین برین تو چک نویس رسم کنید. اون کار وقت شما رو میگیره. یعنی اگر برای امتحانات ورودی بخواید همچین زمانی بذارین کار اشتباهیه. آیتم شما به نظر من این ارز از مبدأ باشه. ارز از مبدأتون -2. یعنی چی؟ یعنی محور ارزها رو در نقطه -2 قطع کرده. اینجا، اینجا، اینجا و اینجا. اینجا محور ارزها رو در نقطه مبدأ قطع کرده، یعنی از 0 گذشته. پس این نمیتونه باشه. اینجا محور ارزها رو در نقطه مثبت قطع کرده، پس -2 نمیتونه باشه. اینجا هم در نقطه مثبت قطع کرده، اینم نمیتونه باشه. ولی گزینه الف محور ارزها رو در نقطه منفی روی ارزها رد کرده. بنابراین گزینه درست ما گزینه الف.
متشکرم.